سلام. فیلم آموزش راه اندازی و تنظیمات تیم اسپیک برای سیستم عامل اندروید تقدیم میشه به دوستان عزیز. بعد از دانلود برنامه و باز کردن برنامه، نکته مورد نظر خیلی مهم این هست که دوستانی که از پلی استور گوگل با پرداخت $2 برنامه رو نصب کرده باشن، طبیعتاً برنامهشون به روز و آپدیت شده هست. اما عزیزانی که از لینک های مستقیم و رایگان برنامه رو دانلود کرده باشن، صفحه اول برنامه براشون گزینه آپدیت میاد که توصیه میشه اصلا روی آپدیت کلیک نکنن، چون در این صورت مستقیما میره به پلی استور گوگل و مجبورن دوباره $2 پرداخت کنن، یا اینکه از اول برنامه رو پاک کنن با دیتاش و دوباره نصب کنن. پس بعد از کنسل کردن گزینه آپدیت، پایین صفحه گزینه نیو بوکمارک کلیک میکنیم. جلوی لیبل اسم سرور که الان برای کلن شارک هست، پس طبیعتا کلن شارک رو می نویسیم. برای آدرس IP آدرس سرور کلن شارک رو کپی می کنیم. پسورد شارک 1234. برای نیکنیم اندروید رو پاک می کنیم و اسم اکانت داخل بازی رو تایپ می کنیم. و در پایین گزینه سیو که با زدن سیو میبینید که سرور شارک تو صفحه اول ثبت شد. قبل از ورود به سرور، بالای صفحه گزینه ستینگ که با علامت آچار مشخص شده روش کلیک میکنیم. میریم پایین صفحه، گزینه ششم از پایین پروکسیمیتی سنسور، تیک جلوش باید برداشته بشه، یعنی تیکی جلوش نباید باشه. بعد میریم بالای صفحه تو قسمت آدیو، گزینه دوم مربوط میشه به وایس اکتیویشن لول، سنسور سنسور میکروفون، که از اونجا میتونید سنسور رو حساسیتش رو تنظیم کنید که باید اون روی رنگ سبز باشه که موقع صحبت کردن کاملا مشخصه، یعنی نباید کمتر و یا بیشتر باشه، یعنی کمتر بیارید پایینتر، با کوچکترین صدا سنسور شروع میکنه به فعالیت و صدای اطراف و شما رو دریافت میکنه و حتی ممکنه داخل کانال به خاطر اینکه سنسور حساسیتش بیشتر شده مطمئناً صدای دوستان رو هم اکو میکنه. گزینه بعدی مربوط میشه به منشی کانال که اینو معمولا میذاریم رو حالت غیر فعال دیزایبل. افرادی که میان داخل کانال و میرن، منشی دیگه صدا نکنه. گزینه بعد که بیشتر مهم هست برای دوستانی است که از لینک مستقیم برنامه رو دانلود کردن، یعنی از خود پلی استور نه. پس طبیعتا احتمال داره برنامه کارت صوتی گوشیشون رو نشناسه. میتونن برن داخل آدیو ستینگ، اگر داخل تیم اسپیک صداشون تون صداشون فرق کنه یا لگی داشته باشن، میتونن روی اون اعداد میکروفون کلیک کنن و اون اعداد رو روی هر کدومشون یک بار تست کنن، ببینن در کدوم گزینه صدا بهتر و واضحتر میشه بدون قطع و وصل و مسائل دیگر. حالا برمیگردیم صفحه اصلی. بعد روی کلن شارک کلیک میکنیم، میریم داخل سرور. همانطور که میبینید پایین صفحه گزینه‌های میکروفون، اسپیکر و چشم هست که با زدن چشم اگر روشن باشه افراد داخل کانال های دیگه هم نشون داده میشه. گزینه اسپیکر قطع میکنه، گزینه میکروفون اگر روش کلیک کنید میکروفون رو قطع میکنه. بعد با کلیک روی هر کانال و مکس چند ثانیه‌ای میتونید روی گزینه جوین کلیک کنید و برید داخل کانال
و پایینم یه گزینه مسنجر هست که میتونید برید داخل اون مسیج و داخل اون کانال با دوستتون چت هم بکنید. با گزینه بک دیسکانکت میشه و با گزینه هوم میتونید فعال باشه و برید داخل بازی. با تشکر از همراهی شما، به امید دیدار، خدا نگهدار.